یکی ریکاردو آلوز برای سپاهان، اون برم هادی حبیبی نژاد برای چادرملو که اگه این دوتا بازیکن بودن واقعا بازی دیگه بازی زیبایی میشد. سوت آغاز دیدار هم به صدا در اومد و ادسون ماردن بعد کار رو آغاز کنه. یه پاس بلند پشت محوطه جریمه، موقعیت برای خدادادی، ضربه رو عالی میگیره سید حسین حسینی. با هم ببینید چه سر پایی زد و چه ضربه قشنگی زد. حزباوی، ایوان سانچز چسبیده به خط بازی میکنه، خیلی عالی رد کرد خدادادی رو و خطایی که به نظر شدید میومد. سانچز بد جور داره از درد به خودش میپیچه. خب رفته VAR برای احتمال کارت قرمز. ببینیم، بله کامل مچ پای راستش رو زد علی خدادادی. ببینید علی سام که برگردید به جریان بازی. به نظرم تایید نشد، در واقع داور VAR تشخیصی نداد که داور را صدا بزنه. آریا یوسفی یه ارسال روی دروازه، یه ضربه سر، موقعیت برای سپاهان. قبلش داور بازی رو نگه داشته. 2 نفر در دیوار دفاعی سپاهان قرار گرفته شده. ارسال رودریگز روی دروازه و ضربه سری که با اختلاف به بیرون میره. فرصت از دست میره برای چادرملو. رنی بوبو اجازه چرخش ندادن بهش، حرکت خوب رضاوند میبره سمت چپ. فرصت است برای سپاهان. احسان آیصفی پاس رو به جلوی عالی، اگه آفساید نباشه محمد عسکری، خود عسکری تک به تک چه توپی رو از دست داد که البته آفسایدش هم اعلام شد. سمت راست راه میندازه محمود آبادی رو، میاره روی پای چپش. خود محمدی فرد ارسال، توپ دور میشه توسط دانشگر. اوتازو، رنی بوبو چه بدنی میذاره رنی بوبو. خیلی مراقب این مهاجم تنومند باشند. آریا ارسال بلند روی دروازه، موقعیت یه ضربه سر و توپی که حزباوی به بیرون میزنه. راه میندازه احسان آیصفی را به سمت دروازه چادرملو. یه پاس عمقی عالی، عسکری کنترل خوب، عسکری چقدر خوب به توپ ضربه زد. حرکت عالی بود، کنترل بی‌نظیر روی پای چپ و ضربه‌ای که زد و در اختیار ادسون ماردن قرار گرفت. ارسال بلند، حسینی بیرون میاد، ناقص دفع میکنه، دروازه خالیه. موقعیت برای چادرملو، توپی که از دست میره. سعید محمدی فرد بود که فرصت را از دست داد. یه حرکت خوب از حزباوی و البته با ریسک بالا. فرصت برای آریا یوسفی، چه شوتی زد آریا، چه شوتی زد آریا با پای چپ. علی خدادادی ضربش رو میزنه که تو با اختلاف زیادی به بیرون میره. قائل خاتمه پیدا میکنه. دانشگر واسه بلند بیرون میاد. ماردن، فرصت است برای سپاهان، دروازه خالی، موقع برای علیاری. انزو چقدر میکارن توپا، چرا اینقدر توپا میکارید برای همدیگه؟ آخرین تلاش های سپاهان برای اینکه پیروز این میدان باشه. یه ضربه سر، فرصت، کاوه رضایی سر خورد. موقعیت هست برای سپاهان پشت محوطه. ایشلیک، موقعیت، گل 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 گل! انزو کریولی، انزو کریولی تمام میکنه کارو. سپاهان 1، چادرملو اردکان 0. ورزشگاه نقش جهان ترکید. بازی حساسی رو بردن و اینجا هم تمام میشه. سپاهان میره به صدر جدول و قهرمان نیم فصل میشه با شکست یه تیم قوی، قلدر و
با کیفیت مثل چادرملوی اردکان احسان آقای صفی خدا رو شاکره. امیدوارم که از تماشای این دیدار که مخصوصا تو این دقایق پایانی خیلی عالی بود رضایت کافی رو برده باشید. شما هموطنان عزیزم، من شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم.